دو سه امتحان کنیم. خوش اومدید به اولین ویدئوی یوتیوب من با آموزش میکاپ روزانه. این میکاپ که قرار بهتون یاد بدم یه میکاپیه که مطمئنید هیچ وقت خراب نمیکنه. یعنی شانس این که این میکاپ بخواد خراب در بیاد و جایی که میخواید برید، این میکاپ شانس این که بخواد خراب در بیاد تقریبا نزدیک به 10%. اون 10% هم میتونه این باشه که حال پوستتون خوب نباشه که بخواد بد در بیاد، و یعنی یه میکاپیه که بی برو برگرد به همه میاد. بریم ببینیم چه شکلیه. اول از همه شروع میکنیم با آبرسانی پوست. هر چی که دارید مهم نیست که بگید حتما باید یه برند خاصی باشه. نه، اینطور نیست. از هر برندی که دارید، اگر فکر میکنید یه چیز گرونی بخرید، امکان داره که بخواید ازش کمتر بزنید و خسیس بازی کنید تو این زمینه، همون یه چیز مناسب تر بخرید ولی درست حسابی به پوستتون بزنید خیلی بهتره. مخصوصا برای ضد آفتاب. مثلا ضد آفتاب چیزیه که باید به اندازه زده بشه و یعنی زدن و نزدنش هیچ فرقی با هم نداره. بس این که آدم کم بزنه ضررش هم بیشتره، به خاطر اینکه دیگه خیالت راحت ضد آفتاب زدی، میری تو آفتاب واسه خودت، میری همینطوری جلوی معرض نور خورشید قرار میگیری، فکر میکنی ضد آفتاب زدی ولی به اندازه نزدی و پوستت حسابی آسیب میبینه. من الان آبرسان کلینیک زدم. خب به پوستم آبرسان زدم، حالا میخوام دور چشمم از این مرطوب کننده کلینیک بزنم. با پشت ناخنم برم داره میشه که راحت تر نمیره زیر ناخن. همیشه هم قبل میکاپ صورتتون رو با یه ژل شستشوی صورت ملایم بشورین که چربی، خاک، هرچی پرز اگه رو صورتتون چیزی مونده، یا اگه مثل من الان با شیور صورتمو شیو کرده چیزی رو پوستتون مونده گرفته بشه، چون این کار باعث میشه که وقتی میکاپ میکنید رو صورتتون میمونه باعث نشه که جوش بزنید، چون چربی زیرش بمونه تمیز نشه، روش هم میکاپ بیاد خفشه، جوش میزنید. این مرحله من اگر بخوام برم بیرون از این ضد آفتاب میزنم، اسمش سنتلاه، عکسش هم الان میذارم این زیر براتون. خیلی سبکه، عین یه آبرسان رو پوست کلا محو میشه. SPFش هم 50. الان نمیزنم چرا میزنم؟ چون قراره جلوی گوشی باشم تا شب. نور گوشی از همه چی بدتره. ضد آفتابمونم همه جا میزنیم. من ضد آفتاب رنگی دوست ندارم، چون اونجوری که دلم بخواد پر ضد آفتاب بزنم با ضد آفتاب رنگی نمیتونم این کار بکنم. چه بهتر که آدم ضد آفتابش رو بیرنگ بزنه. اگر اینکه مثلا حالا یه ضد آفتابی داشته باشید رنگی، انقدر سبک باشه که شما بتونید یک عالمه ضد آفتاب بزنید حسابی دست و دلباز و پوستتون سنگین نشه. اگه اینطوریه اوکیه، عیبی نداره. خب پوست آماده است برای میکاپ. من کرم پودر رو نمیزنم، اما به شما میخوام نشون بدم که برای روزانه چجوری بزنید که خیلی سبک باشه و پوست حالت طبیعی خوش از دست نده. بریم تو کارش. از این میخوام استفاده کنم. برای رنگش برام تیر است. با یه دونه دیگه که دارم میکسش میکنم. نکته مهم برای کسایی که مثل من کرم پودر رو پوستشون خوب نمیخوابه و پس میده و سنگین میشه، کرم پودر رو قبل از اینکه بزنید رو صورتتون گرمش کنید. کف دستم گرم میکنم چون دقت کنید که خیلی گرمتر از پشت دسته، ولی به خاطر گرمایی که کف دست داره این کرم پودر آماده میشه برای اینکه قشنگ رو پوست بخوابه. من اینقدر فقط گذاشتم کف دست. حالا از این که بهش اصلا میگن فاندیشن سرم، یعنی انقدر این آبکی و سبکه که بهش میگن سرم کرم پودر. ببین قبل از اینکه مصرف کنم من باید تکون بدم. در حد 3 تا قطره ریختم کف دستم. خب این شد کل کرم پودری که الان من میخوام استفاده کنم. با انگشتم میکس میکنم با هم، رنگ شکیشه، کم کم ازش برمیدارم و روی پوستم خیلی کم میزنم.
یه نکته‌ای که شاید هیچ کس بهتون نگفته باشه تا الان، شاید هم گفته باشه، حالا من بهتون میگم. یه مقدار از اینو بردارید. مثلا الان من اینا رو کندم امروز، این جوشا رو، خیلی مشخص تر از بقیه جاهای صورتم اینجاها قرمزه. یه مقدار ازش میزنم اینجوری تپ تپ روش و بر نمیدارم، یعنی دیگه اینجوری پخشش نمی کنم. میبینید؟ بعد ولش میکنم. الان میرم سراغ پیشونیم. یه کوچولو میزنم، یه ذره با فشار بیشتری کرم پودر رو صورتم پخش میکنم، انگار مثلا میخوام فرو کنمش تو پوستم. میدونی چی میگم؟ رنگ کرم پودرتون رو خیلی روشن نگیرید، سن رو میبره بالا. تیره نه ها، ولی روشن نگیرید. کسی که پوستش کرم پودر روش نمیخوابه باید کرم پودرش آبکی باشه، مثل همین که من دارم میزنم، انقدر آبکیه اینه مرطوب کننده میمونه، مثلا ظاهرش به دست که میزنی هرچی آبکی تر باشه این قابلیت اینکه بخوابه رو پوست بیشتره. پودرای هودا بیوتی قشنگ فاجعه میشه رو پوست امثال ماها که کرم روش سخت میخوابه. اگه بینیتون منافذ داره، وقتی که دارین کرم پودر میزنین اینجوری یه ذره روش فشار بدید که بره تو منافذ، مخصوصا اگر پرایمر ندارید یا مثلا میکاپ روزانه است دیگه نمیخواید پرایمر بزنید. روی قسمت‌های گونه هم اگر فکر میکنی که منافذ بیشتر داری، یه ذره بیشتر دستتو فشار بده. خب من اینو گذاشتم یه ذره بیشتر خشک شده، حالا کرم پودرم تموم شد، بعد یه ذره درست کنم. حالا دوباره یه لایه دیگه اینجوری کوچولو کوچولو با دست دیگه، خیلی محکم هم نمیکشم، میزنم که یه ذره دیگه پوشنده تر بشه، چون کلا خیلی دارم الان کم کرم پودر میزنم، پوشش 100% نمیده. میریم سراغ دور چشم. از کانسیلرم دوباره با انگشت برمیدارم یه کوچولو این قسمت پلک، یعنی اینجوری تا جلو مواد نمیذارم، اینجا میذارم، بعد بقیه‌اش رو که رو انگشتم یه ذره موند میبرم جلوتر. تمام. نیاز نیست اصلا شما پشت چشمتون رو یه جوری سفید کنید که بعدش بخواین راه چاره پیدا کنید که آقا چجوری این سفیدی رو از بین ببرم، چقدر مثلا آدم گچی و بیحال شد. همون کافیه. دوباره یه ذره دیگه قد نشه، اینطوری میزنیم زیر چشم. دقت کردید که تا اینجا از هیچ گونه براشی استفاده نکرد. عزیز دل من، تینت آلبالویی برند لونا. این یه تبلیغات نیست، این چیزیه که من 5 ساله دارم استفاده میکنم و عاشقشم، چون نه به پوست آسیب میزنه، نه غیر طبیعیه، نه لک میندازه و اینکه بسیار آدم رو بیبی فیس در میکنه و باعث میشه که میکاپت همیشه انگار سر حاله، یعنی همیشه انگار حالت خوبه، یعنی وقتی مریضی هم اینو بزنی انگار حالت خوبه. ببین خداییش، نگاه کن، خیلی دوستش دارم. یه ذره که میمونه خیلی خوب میشه. من ته قلممو اینجا به قسمت بالایی پیشونی میزنم، یه ذره اینجاها خیلی دیگه هیچی نمونده ازش، فقط برای اینکه پوستم رنگ خوبی بگیره. من دوست دارم که اینو یه ذره بیشتر بزنم، مخصوصا وقتایی که آدم بخواد یه روزی خیلی کار کنه، بدو کنه، دوست داره که تو کل روز قیافش سر حال و خوب باشه. به نظر من تا همینجا کافیه، ولی بریم بقیه‌اش. ببین یک دونه سایه‌ای که توناژ مثلا قرمز که نیست، بذار بهت نشون بدم دقیقا رنگش. ببینید تو سایه یه چنین رنگی، میبینی؟ این رنگو داشته باشی برای ما صورتهایی که فرمش مدل صورتمون شرقیه، چشم ابروامون مشکیه، این رنگ عالیه. ببین من یه مقدار ازش برمیدارم، میتکونم، خیلی نمونه ازش،
اینجا زیر چشممو یه کوچولو ازش میزنم. ببین فرق دوتا چشمو، قشنگ فرم چشم میاد بیرون. اگر چشمت افتاده از تهش این کار رو نباید بکنی چون که تشدیدش میکنه، ولی اگه نرمال خیلی خوشگل میکنه. ببین بعد این قلمی که من دارم این سرش این شکلیه، از بغل نازک‌تره، از روبرو توپلیه یه ذره، میبینی؟ اینطوریه. این سرش سر توپلی سایه است. خب اینو یه مقدار میزنم توی همین سایه‌ای که دیدیم، خیلی خیلی میتکونمش، بعد میزنم این قسمت بیرونی چشمم، یعنی رنگو میذارم اونجا، بعد اینطوری محوش میکنم. کور شدم اینطوری. به من این یکی چشمم زدم. خب خیلی اینو باید کم بزنی در حدی که فقط یه روحی به سر و صورت بده. اوکی دیگه سایه دیگه نمیزنیم تو میکاپ روزانه. همین، ما فقط میخوایم یه صورت سر حالی باشه که شبیه خودمونه، اگه خودمون چشه. بریم سراغ ریمل. خب همونطوری که میبینید من دوباره چرخیدم چون آفتاب داشت میومد تو. از ریمل بسیار ارزون، فکر کنم 10 یورو، میبلین The Colossal Go Extreme، انشالله که درست خوندم. Leather Back Perfecto. این خیلی خوبه. تنها مشکلی که داره اینه که بعد از یه مدت استفاده وقتی که میزنی شروع میکنه به ریختن. حالا میخوام بهتون روش درست ریمل زدن رو یاد بدم که چطوری ریمل بزنیم هم موژه فر بشه بره بالا، هم پرتر بشه، خوشگل بشه، شاید موژه مصنوعی بشه. ببین اینو همین یه باری که در آوردی اینطوری هم نمی‌کنی تو ریمل، میذاری ته موژت. خب همینطوری که میبینی من دارم میام زیگ زاگ میای بالا. دوباره بقیه‌شو دیگه نمیزنی توی ریمل. ببین آینه رو من چطوری گرفتم، آینه رو اینطوری میگیرم، سر خودم هم میگیرم بالا، ریمل میزنم، به خاطر اینکه در این صورت شما مطمئنی که نمیمالی پشت پلکت. دوباره زیگزاگ میایم بالا، تهش رو اینجوری صاف و صوف میکنی، فرم میدی بهش اینجوری با نوک ریمل، جاهایی که قشنگ ریمل نخورده میزنن، بعد اینطوری، یعنی یک بار از ته میذارم و تمام. دیدی؟ اینطوری ریمل بزن و آخرش که تموم شد، ریملتو کامل زدی، با نوک ریمل قسمت آخر موژه‌تو اینطوری صاف تو آینه نگاه کن، باهاش قسمت آخر موژه‌تو ریمل بزن. موژه اگه ریمل نداره بزن توش، یک دونه در بیار براشتو، مواد اضافه شروش بردار، اینجوری ته موژه‌تو ریمل بزن، بده به سمت بالا، اینطوری چشات کشیده تر و خوشفرم‌تر دیده میشه. میبینی موجه هامون مقایسه کن، این ریمل نداره. خب من بزنم اون یکی رو بیام برایش. ببین من به نظرم همین الان تمومه واسه میکاپ روزانه. حالا بقیه ریملی که روی براشتون مونده رو فقط این چند تا موژه‌ای که این ته باهاش ریمل میزنید. اینو برعکس، آینه رو میگیری بالا، سرتو میگیری پایین، اینطوری ریمل میزنی یه کوچولو، اینجوری خیلی آروم فقط موژه رو لمس کنه. اگه هم حس کردی مثل من که الان خربار ریمل روش موند، اینطوری تپ 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 با انگشتت میزنی روش، برش میداری اضافه هاشو. چون اگر موژه پایین زیادی ریمل بزنی قیافه خسته و چشا افتاده اینجوری میاد پایین.
پیشنهاد من واسه میکاپ روزانه اینه که روژی که خیلی کرمی و کاور میکنه، مثلا کامل پوستو مثلا میپوشونه، نزنید. چون آدم روزانه مثلا میخوای سر کار باشی طولانی، بعد یه چیزایی میخوری، نوشیدنی مثلا مصرف میکنی و اون وسط پاک میشه، خیلی بیریخ میشه. بعد بخوای مثل میکاپ های مجلسی کرم پود بزنی زیرش، رژ بزنی، چه میدونم مداد بکشی و اینا، دیگه اون میکاپ سبک نیست. خودم همیشه یعنی 99% بالم لب رنگی میزنم که هم نرم کنه برق بزنه، همین که 100 بار میتونی تمدیدش کنی وقتی خوردی غذا خورد بدون اینکه بخواد پوست لب رو بیریخت کنه. میتونی 300 بار تمدیدش کنی. ببین گور شدم، ببین چقدر خوشگله. بوی توت فرنگی هم میده، مخصوصا اگه خواستید سر قرار بدید. شما که اصلا اهل این چیزا نیستید، حالا گفتم که بدونید. آقا این بود میکاپ روزانه ما. نظرتون زیر بنویس. ویدیو بعدی میکاپ میخوام بهتون یه میکاپ مهمونی شیک یاد بدم که اینجوری صورت رو بکشه بالا، لیفت کنه، یه ذره کانتور داشته باشه و خیلی چیزای جذاب. تا ویدیو بعدی، خدافظ.